جنبش زنان در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. در وهله اول چالش عمیق و بزرگ جنبش زنان در ایران مبارزه فرهنگی با تفکر مرد سالار پدر سالار هست و با در حقیقت دین سیاسی. اینها دو تا مقوله هستند که زن رو به عنوان ابژه، به عنوان ابزاری برای به کنترل، تحت کنترل درآوردن می‌بینند، حالا هم از لحاظ تفکر مرد سالار پدر سالار و هم از اون دید حکومت که به زن به عنوان یک ابزار سیاسی، ابزار دینی سیاسی برای کنترل خود زن و کنترل جامعه داره استفاده میکنه. اینکه در ایران الان فعالان حقوق زن چه میکنن، زنان چه میکنن، دو تا بحث متفاوت هست. چون یک بخش هست که زنان عادی جامعه هستند که در اون به اصطلاح فعالیت‌های منسجم و حالا نیمه سازمان یافته جنبش زنان ممکنه عضویت نداشته باشن، اما خودشون به طرق فردی برای حقوق زنان راه حل‌های ویژه خودشون رو یا مثلا تاکتیک ها و یا استراتژی های خاص خودشون دارن، مثل کاری که زنان به طور طبیعی در رابطه با حجاب انجام میدن در جامعه، مثلا نافرمانی میکنن و اون حجابی که میخواد بهشون تحمیل بشه بهش تن در نمیدن، که این یک مبارزه مداوم هست از بعد انقلاب. فعالان جنبش زنان در مقطع سرکوب همیشه راه حل های متفاوتی رو پی میگیرن. الان در فعل حاضر بیشتر کار تئوریک میکنن تا کارهای مثلا خیابونی یا اون فعالیت هایی که با تظاهرات هست و بتونن بیان در سطح جامعه و خودشون رو بیشتر نشون بدن. اما اینکه چیکار باید بکنن، مطلب بعد این هست که چیکار باید بکنن. خب من الان اینجا نشستم و اگر بگم که چیکار باید بکنن میگن که خارج از گود نشسته، اما اگر داخل بودم چیکار میکردم؟ علاوه بر کار به اصطلاح حالا فرهنگی که بسیار هم عمده است و باید بشه، یکی از مسائلی که بهش میپرداختم واقعا دوباره این بود که زنان رو برای مقابله با اون قوانینی که بهشون تحمیل میشه هر بار، مثلا در رابطه با جریان گذرنامه، حتما من فکر میکردم یک اکسیون خیابانی حتی اگر هم که هزینه داشته باشه برای زنان لازم هست، با وجودی که جو سرکوب است. حکومت هم تا یک زمانی میتونه به سرکوب‌هاش ادامه بده. بنابراین من فکر میکنم که همزمان بهتر هست که جنبش زنان خودش رو زنده نگه داره و این باشه که دیده بشه. یعنی باید از مکانیزم های استفاده کرد که جنبش زنان چه در سطح داخل از کشور و در سطح بیرون و بین المللی دیده بشه، ولی برای من مهمتر این هستش که در داخل دیده بشه.